صوفیایی که این پیوند زده بودم، این شاخه‌ای که کلا رد داد، این پیوندک تا اینجاش ذوب شد، از این ورش زد بالا روی گل اومد. این سه شاخ داره میاد بالا، این ورش ذوب شد، اینم پایه رو بلند کرد ولی باز سه شاخ داره میاد بالا، این ورش هم روی گله. اینم که تمام شاخهاش روی گله، فراری هم اومد روی گل، صوفیا اینجا هم اومد روی گل. این دیچه ها هم که پرقدرت و عالی دارن میان بالا، این پایه هم اومد روی گل. یعنی این که توی خونه با آفتاب پشت پنجره توی این فضای محدود هم میشه یه سری کارهای خوب انجام داد، همونجوری که من طی این سالها انجام دادم دیگه. فقط اون علم آدم داشته باشه دیگه بقیه کارا انجام میشه، حتی با امکانات زیر صفر.